تنها کسایی که تو این تاریخ انقلاب سوختن ما جوانای ایران بودیم. دیگه نصیحت کسی تو گوش ما نمیره. نصیحت رو ببرین جای دیگه. اگر وصیت دارین به ما جوانا وصیت کنین. نصیحت شما به درد ما نمیخوره. ما چیزایی که باید میدیدیم دیدیم. و داداش من یه چیزی بهت بگم، ما قرار چیزایی رو ببینیم که 70 نه 700 نسل عقب‌تر ما ندیدن. ما قرار چیزایی رو تو آینده ببینیم، آینده که آره نسل زندگی ها رو زدن، نسل رویا رو زدن، نسل جوان ها رو زدن، نسل ایران رو زدن، نسل مردم رو زدن، نسل جامعه رو زدن. خدا عقوبت ما رو بخیر.